دوستان عزیز، این هم دیگه از برفباری امشب که اعمال هم مباره. درختها رو سعی کنید، شاخه های چقدر قشنگ و زیبا شده. دیگه من از ساعت 10 بجه صبح تا 12 سر کار میرم. باز همونجا همیشه سر کار نان مان رو مخورم. بعد از کار آمدم یک لحظه و اتاق ششتم، حوصله‌ام سر رفت. گفتم بیا بردم یاد خاطرات وطن. قد برف یک جغلده کنه که چطور میشه. باز واقعا چقدر زیبا شده. قبلا که بود ما اینجا خیلی نفر زیاد بودی افغانی، تقریبا 12 نفر بودی جمع مجرتا که اونا به خاطر کار، چون این یک شهر کوچیک کار پیدا نمیشد، اونا بالاخره یک دو بخش جای دیگه کار پیدا کرد رفتن. باز اون موقعی که بود یک دانه بچه بود آردیم، همیشه وقتی که بیکار میشد روزهای تعطیلی همیشه با هم رفتیم جایی چکر میزدیم، میگشتیم، عکس میگرفتیم. بازو هم که رفت دیگه ما امیال تنها ماندم. اینجا هیچ کس نیه، فقط خودیم از جمع افغانی ها. دیگه او زمان ها که تازه اینجا دادم، همینجا کورس مرس ما شروع شد. باز ما کورس مرس خواندم، امتحان رو که دادم، باز دیگه فوری همینجا همون امتحان رو که دادم تا دقیقا 3-4 روز باشه ما سر کار شدم. باز دیگه بالاخره ما به خاطر دی کارهای همینجا ماندم. دیگه را متر یکی در یک شهر کار پیدا کرد، یکی در دیگه شهر رفتن. دیگه فعلا ما همیش تنها ماندم. امروز هم که گفتم بیا برو یک اگه تنها هستم تا یاد خاطرات وطن یک جغلده کن قد برف چطور میشه. مهاجرت این میاد دیگه، باز موقع آدم سعی نکی در جمع، باز موقع سعی نی تنها ممنی. بالاخره از این رقم تنهایی ها، دلتنگی ها، سختی ها داره مهاجرت. کاش که وطن خود ما آرام میشد که هیچ کس مهاجر نمیشد، هیچ کس از فامیل خود دور نمیشد و هیچ کس این تنهایی ها را در ملک غربت تجربه نمیکرد. انشالله که یک روز شود که وطن زیبای ما یک امنیت، صلح سرتاسری حاکم شود که همه هموطنان ما دیگه از این مهاجرت، تلخی های سختی های این مهاجرت را تحمل نکند. مخصوصا دوری از فامیل، دوری از قوم خیش. همین قدر دوستان عزیز، انشالله که هر جای هستین خوش آرام در کنار فامیلتان باشید.